پیامبر یک دفعه گفت اگر کسی 3 دختر باشه اینا رو درست تربیت بکنه اهل بهشت هستند. یک صحابی 2 دختر داشت، گفت اگه 2 دختر داشته باشه گفت این اهل بهشت است. گفت اگه 1 دختر داشته باشه گفت این اهل بهشت. به شرطی که درست تربیتش بکنه، مهربانی رو در حقشون فراموش نکنه، به طرف بچه بیشتر متوجه نباشه که اینمی کس یک ذره پول میره. نام ما و لونگی مرا یک اندازه بلند کرد، دخترک خودش رو 18 19 20 میجه میشه دیگه میره طرف کارش. خفه نمیشیم. خب همین رو کراست میگم، واضح ما شما یک دیگه رو میشناسیم. دخترها، زنها، خواهرها یا مهربانتر از ما شما هستن. میره باور داشته باشه. من 4 دختر دارم، 1 پسر. دمی جوانی 4 دختر 1 پسر. یک دخترک و پسرک من 11 و 9 هستن. او 11 پسرک است. صدای مرا نشنوید که باز یاقی گک نشوه. دخترک با سپاستر از او است و قدری گپا را میفهمه. این مشو می جوانا می پسرا یک هر اندازه کلان میشه، یک اندازه تو گوشه گیرک میشه.